یوتیوب برای فارسی زبان‌ها تموم شد یا خیر؟ تا چند هفته پیش خیلی از یوتیوبرهای فارسی زبان با خیال راحت ویدیو می‌ساختن، ولی یه دفعه درآمدها افت کرد و بعضیا گفتن یوتیوب برای فارسی زبان‌ها تموم شد. اما صبر کن، واقعاً تموم شده یا خیر؟ یا فقط قوانین بازی عوض شده؟ قبل هر چیزی اگه تا اینجا اومدی یه لایک بزن که ویدیو به بقیه یوتیوبرها هم برسه. حقیقت اینه که یوتیوب کانال‌های فارسی رو حذف نکرده. یوتیوب دشمن ما نیست. مشکل اصلی اینه که سیستم تبلیغات برای مخاطب داخل ایران کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه بیشتری ویوهات از ایران باشه تبلیغی نمایش داده نمیشه و وقتی تبلیغی نیست درآمدی هم نیست. اما این به معنی بن‌بست نیست. الان خیلی از یوتیوبرهای باهوش دارن مسیرشون رو عوض میکنن، نه زبانشون رو، نه هویتشون رو، بلکه مدل درآمدشون رو. گرفتن اسپانسر مستقیم، همکاری تبلیغات یا فروش محصولات. خب این که نشد درآمد. و حتی ساخت محتوا برای مخاطب خارج از ایران. یوتیوب فقط یک منبع درآمد نیست. یوتیوب ویترین توئه. اگه درست بازی کنی حتی با ویوی کمتر میتونی درآمد پایدارتر داشته باشی. مهمترین اشتباه الان چیه؟ این که ناامید بشی یا کانالت رو ول کنی. یوتیوب هنوز هم قوی ترین پلتفرم دنیاست و کسی امروز ادامه بده فردا جلوتر از بقیه است. حالا اصل ماجرا دقیقاً چیه؟ یوتیوب خودش به تنهایی پول نمیده. پولی که ما بهش میگیم درآمد یوتیوب در واقع از تبلیغ دهنده ها میاد. یعنی شرکت ها به گوگل پول میدن، گوگل تبلیغ نشون میده، یوتیوب بخشی از اون پول رو به کریتور میده. حالا مشکل کجاست؟ مشکل مخاطب داخل ایرانه. به خاطر تحریم ها و محدودیت های رسمی شرکت‌های بین‌المللی نمیتونن برای کاربران داخل ایران تبلیغ هدفمند بدن. گوگل هم برای این لوکیشن تبلیغ با ارزش اقتصادی نداره. نتیجه وقتی یک کاربر از داخل ایران ویدیو میبینه یا هیچ تبلیغی نمایش داده نمیشه یا تبلیغ‌های بسیار کم ارزش و نادره. پس VPN چی؟ چرا با VPN هم درآمد نمیاد؟ این بخش خیلی مهمه. قبلا VPN تا حدی جواب میداد، اما الان نه مثل قبل. یوتیوب فقط به IP نگاه نمیکنه. الان موارد زیر رو هم بررسی میکنه. موقعیت سیم کارت، زبان سیستم، رفتار کاربر، الگوی مصرف اینترنت، سابقه لوکیشن. یعنی حتی اگه کاربر VPNش رو روشن کنه سیستم تبلیغات میفهمه این مخاطب واقعی یک کشور پولساز نیست. نتیجه مستقیم برای کانال‌های فارسی. حالا اینو بذار کنار. آمار کانال اگر 70 تا 90% ویوهای تو از ایران باشه اون وقت نزدیک 0 CPM، نزدیک 0 RPM. یعنی درآمد مساوی هیچ. حتی اگه ویوهات بالا باشه، واچ تایم عالی داشته باشی و ویدیوهات ترند باشن. چرا بعضی کانال‌های فارسی هنوز درآمد دارن؟ خب چون یکی از این کارها رو کردن. مخاطب خارج از ایران دارن، محتوای دو زبانه یا انگلیسی میسازن، اسپانسر مستقیم میگیرن. نکته خیلی مهم و امیدبخش اینه که این اتفاق به معنی بند شدن کانال نیست. به معنی الگوریتم پنهانی نیست و به معنی پایان یوتیوبر فارسی بودن نیست. نکته امیدوار کننده در مورد این موضوع اینه که بخش زیادی از کاربران داخل ایران از VPN های پولی و معتبر استفاده میکنن. این سرویس ها معمولا ترافیک رو طوری مدیریت میکنن که تشخیصش سخت‌تره. به همین خاطر در عمل شناسایی کاربران به سادگی ممکن نیست و همین موضوع میتونه تا حد زیادی دلگرم کننده باشه. اگه دوست داری قدم بعدی میتونم چند مدل دقیق درآمدزایی جایگزین رو بگم یا بگم چطور مخاطب غیر ایرانی جذب کنی بدون تغییر هویت کانال. لازم نیست چهره‌ات دیده بشه، لازم نیست انگلیسی رو بی‌نقص صحبت کنی، حتی لازم نیست خارج از ایران زندگی کنی. الان هزاران نفر دارن با کانال‌های انگلیسی بدون چهره و با کمک هوش مصنوعی درآمد دلاری میسازن. با صدای هوش مصنوعی، متن‌های آماده و تصویرسازی هوشمند میتونی کاملا ناشناس محتوا تولید کنی و به مخاطب جهانی برسی. بدون دوربین، بدون برند شخصی و بدون دردسر. تقاضا برای محتواهای کوتاه، جذاب و انگلیسی فوق‌العاده بالاست و هنوز خیلی‌ها نفهمیدن چقدر ورود به این فضا ساده است. اگه الان یوتیوب انگلیسی رو شروع کنی، رقیبت اینفلوئنسرها نیستن. رقیبت کسایی هستن که هنوز شروع نکردن. یک کانال انگلیسی بدون چهره بساز، از هوش مصنوعی استفاده کن و درآمد دلاری کسب کن. پس ویدیوی بعدی رو حتما از دست نده. همین الان دکمه لایک و سابسکرایب بزن که کانال رو گم نکن، چون میخوام در مورد ویدیوی بعدی آموزش درآمد از کانال‌های خارجی و معرفی چند ایده راحت و بدون دردسر. پس همین الان نظراتتون رو داخل کامنت ها بگید.